ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо бозгӯи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, чеҳраҳои мондагор. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори 30. امام اعظم، اساسگزار و پیشوای مذهب تحملگرا. امروز در جمهوری مسئله معارف و تعلیم و تربیه از مسئله افضلیتناک حساب می شود. حکومت بر رشد معارف اهمیت جدی داده مبلغ گذاری را به آن منتظم زیاد می کند. دقت مسئولان را به آن روانه کرده است که صفت تعلیم بهتر کرده شود، درجه معلومات خوانندگان بلند برداشته شود و جوانان با آموزش کسب‌های نوی مطابق به طلبات زمان مشغول گردند و مکتب جوابگوی معیارهای امروزه جهانی شود. در این زمینه گذشتن به اصولهای نوی تعلیم از جمله معلومات کردیتی اهمیت خاص پیدا می کند. در تربیه نسل جوان همکاری عائله و مکتب شرط اساسی موفقیت و پیشروی می باشد. دولت کوشش دارد که شرایط موافق همکاری را در بین آنها مهیا سازد. علل خصوص بهر بلند برداشتن درجه دانش، شوق و ذوق خوانندگان به تعلیم و برطرف نمودن هر گونه ممانعتی که به این خلل می رساند، از جمله استفاده تلفن‌های موبیلی، استفاده بیجای ماشین‌های سبکرو، مشغول شدن به کارهایی که به روند تعلیم خلل می رسانند، جهد و تلاش می کند. ابو حنیفه به علاقمندی دین و اخلاق چون دو جزئی با هم پیوست نگریسته، پرورش فضایل و رفتارهای نیک انسان را ضرور می دانست و کوشش می کرد که از طریق پند و نصیحت غبار غفلت را از چهره فطرت بیفشاند. دین نه تنها به پرورش فضلهای نیک می پردازد، بلکه از صفتهای زیشت و بد پیشگیری می کند. بعضی آیتها به مانند دستورهای اخلاقی می باشند که ضامن سعادت انسان در زندگی او هستند و پرهیز از رفتار زشت را تأکید ساختند. مثلا آیتهای 151-153 سوره انعام که صفتهای نیک را تأکید کرده از صفتهای زشت دوری جستن را بیان داشتند، 10 دستور اخلاقی را پیشنهاد می نمایند. بگو بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است برایتان بخوانم. یکم، چیزی را شریک خدا قرار ندهید. دوم، به پدر و مادر نیکی کنید. سوم، فرزندان را از ترس فقر مکوشید. ما شما و آنها را روزی می دهیم. چهارم، نزدیک کارهای زشت نروید، چی آشکار و چی پنهان. پنجم، نفسی را که خداوند محترم شمرده به قتل نرسانید مگر به حق. این چیزی است که خداوند ما را به آن سپارش داده است. ششم، به مال یتیم جز به نحو احسان نزدیک نشوید تا به حد بلاغت برسد. هفتم، حق پیمانه و وجه را به عدالت ادا کنید. هشتم،
هیچ کس را جز به اندازه توانایی تکلیف نکنید. نهم، هنگامی که سخن میگویید هرچند درباره خویشاوندان عدالت را رعایت کنید. دهم، به عهد خدا وفا نمایید. این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش می کند تا پرهیزگار شوید. این 10 دستور اخلاقی قرآنی اساس نظریه و عملیه اخلاقی مذهبی تحمل پذیر امام اعظم محسوب می شوند که خود آنها را رعایت می کرد و به دیگران تلقین می نمود. دریافت مال و ملک در فقه حنفی امری غریزی باشد هم آن غیر مشروع نیست. کار و کسب و فعالیت سالم پاداشی بزرگ دارد و ثروت حلالی که انسان پس از خود باقی میماند نام خیر دارد. در عین زمان از دنیا پرستی و ثروت اندوزی از راه‌های نادرست و سودخوری پیشگیری می کند. آثار فقهی ابو حنیفه مسئله را روشن می سازد که انسان و جامعه نباید به بند و بارایی هوای و هوس ثروت پرستی مشغول شوند، زیرا در این صورت جامعه دچار فساد اخلاقی می گردد. میل و خواهش های والای انسانی باشد، برعکس جامعه را به ارزش های بلندی بشری هدایت می کند، پاکی و آسودگی را وارد می سازد و در عین زمان رشد جامعه را تأمین می کند. در این زمینه می توان گفت که برای سالم گردانیدن اخلاق جامعه دین خدمت بزرگی را انجام می دهد، زیرا از افق بالا که هدایتگری شخص دیندار است سخن می گوید. از آن احکامی که بر انسان دیندار حاکم است و برای دریافت ارزش‌های بلند اخلاقی یاری می کند. البته با عقل و فطرت انسانی درک بسیار ارزش‌های اخلاقی انسان میسر می گردد، ولی آن راه مشکل و آلوده گمان و ناباوری ها بوده ضمانت درستی آن را بسیار کسان درک کردن نمی توانند. در این مورد محض تعلیمات بلند خوش اخلاقی در انسان تکان بخش کوشش انسان برای دریافت ارزش‌های اخلاقی می باشد و کس اگر تعلیمات بزرگ اخلاقی را که در فقه حنفی افاده خود را یافته است با فطرت و عقل سالم خود بسنجد، از بزرگی تعلیمات اخلاقی ابو حنیفه در شگفت میماند. هرگاه میزان در شناخت حسن عمل یا قبح آن باشد، با آسانی از فقه حنفی میتوان دریافت کرد. از رفتاری نیک و بد میتوان به خوبی آگاه شد. تعلیمات فقه حنفی شناخت قبح و حسن اخلاقی را امر عقلی و وجدانی معرفی می کند و در حکم آنها وجدان را شاهد و گواه می گیرد. پس وجدان در حکم خود و اصول معینی شناخت اخلاقی می باشد. در جامعه تاجیکستان اصلهای آزادی وجدان که خود نمونه از ارزش‌های اخلاقی می باشد، به حکم قانون آزادی‌های به دست آورده انسان را حمایت می کند. آزادی وجدان که قبل از همه آزادی اعتقاد دینی و هر گونه دیگر شکل‌های اعتقاد است، از نگاه حقوقی پرره تأمین شده است. قانون نوی قبول شده درباره آزادی وجدان تمام امکان را برای دینداران رشد و کمال آنها
وسعت عبادت و تعلیم دینی فراهم ساخته است. هر شهروند در انتخاب اعتقاد دینی و اجرای مراسم‌های آن کاملاً آزاد بوده، حفظ حقوق‌های او را دولت کفالت می‌دهد. قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی با معیارهای بین المللی آزادی وجدان موافق بوده، همه آن عهده‌داری‌هایی را که با امضای سندهای بین المللی تاجیکستان به ذمه خود گرفته است انعکاس کرده است. جهت مهم این قانون علاقمند بودن معیارهای آن با ارزش‌های اخلاقی می باشد که اخلاق و آداب ارزشمندی مردم تاجیک را افاده کردند. اخلاق جامعه مسئله است که از حدود یک ملت و دولت بیرون رفته خصوصیت عمومی بشری دارد و ارزش‌های اخلاقی با دایره مخصوص آدمان محدود نمی گردند. آن از یک طرف رفتار و کردار هر فرد جامعه گروه ملتی معین را در بر گیرد، از دیگر طرف ارزش‌هایی وجود دارند که رفتار تمام بشریت را افاده می کنند. ولی وظیفه‌های هر فرد و هر قوم و ملت و دولت مشخص است. وظیفه امروزه مردم جمهوری ما تکامل اخلاقی آن در پرتو چی ارزش‌های ملی، دینی خلق تاجیک و چی عمومی بشری می باشد. از اینجا بهره‌مند شوی مردم از تعلیمات بزرگان علم و فرهنگ، دین و مذهب که نه فقط با ارزش‌های اخلاقی جامعه معاصر موافقت دارند، بلکه در اکثر موارد افاده‌گری ایدئال اخلاقی می باشند، به پیشرفت اخلاقی و معنوی جامعه یاری می کند. در این زمینه مهمترین مسئله تربیه اخلاقی جوانان است. محض از اخلاق نسل نورست، بنیاد محیط سالم اخلاقی، تکمیل معنوی جامعه و آینده ملت و کشور وابسته است. جشن بزرگ داشتی امام اعظم و ترغیب تعلیمات اخلاقی این نابغه ملت به درک و آموزش ارزش‌های اخلاقی در جامعه امروزه تاجیکستان، بهتر ساختن محیط اخلاقی و بالاروی سطح معنوی مردم از هر جهت هدایت می کند. در جامعه عدل و انصاف رفتار خوب و نیک را رواج می بخشد، به همدیگر فهمی، تحمل پذیری، صلح و آسایش و رفاه جامعه قوت می بخشد. سیوم، امام اعظم و جهان معاصر. جامعه جهانی به هزار ساله نو در یک شرایط بسیار پر اختلاف و پر تضاد وارد گردید. در 10 ساله های آخر عصر گذشته و آغاز هزار ساله نو ما شاهد دیگرگونی و تحولات بنیادی شدیم که آنها همه در مجموع آغازگری عرض وجود کردن ظهورات فراگیر جهانی شوی گردیدند. قابل تأکید است که این روند عامل واقعاً مهمی رشد و تحولات جدی در ساحه‌های گوناگون از جمله علم و تکنیک و تکنولوژی معاصر، استحصالات و استعمالات گردیده به نزدیک شوی کشورها و خلقهای سیاره خیلی مساعدت کرد. ولی در برابر این روند جهانی شوی سببی در منطقه های گوناگون عالم پهن شدن تهدید و خطرهای نو از قبیل تروریسم و اکستریمیسم، رادیکالیسم و سپاراتیسم، جنایتکاری متشکل بین المللی و دیگر رویه های برای انسانیت خطرناک گردید و نهایت این پدیده فراگیر عرصه‌ای به وجود آمدن بحران شدید مالیوی و اقتصادی گردید که
تأثیر منفی آن به اقتصاد اکثر ممالک جهان تا به امروز ادامه دارد. گذشته از این، روند جهانی شوی ارزش و اصالت‌های ملی خلق و ملت‌های گوناگون را تحت خطر نابودی قرار داده، ظهورات برخورد فرهنگ و تمدن‌ها را به میان آورد و این ظهورات در دوام قریب 13 ساله آخر از جانب بسیار سیاستمداران و عالمان و محققان شرق و غرب همچون مسئله محوری مناسبات بین کشورها ارزیابی می گردد. همین است که تحلیلگران و کارشناسان اهل بشر را از عاقبت‌های خطرناک برخورد تمدن‌ها آگاه ساخته، مکالمه و گفتگوی تمدن‌ها را یکی از راه‌های مؤثر مقاومت با این پدیده نامطلوب دوران معاصر می شمارند. تاجیکان که در طول تاریخ چندین هزار ساله خود بسیار دوره‌های پیچیده و مشکل را پشت سر کردند، در همه دور و زمان از تحملگرایی و مصلحت و مکالمه کار گرفته بارها ثابت ساختند که با راه زوری حل کردن مشکلات و نزاع‌ها و به هم مقابل گذاشتن جهان بینی و عقیده های مختلف می تواند نه تنها سببگار فساد اخلاق و خللدار گردیدن فرهنگ و تمدن ها بلکه شکست دولت ها نیز گردد. در دوران معاصر نیز مردم تاجیکستان با تکیه به افکار و تجربه تاریخی نیاگان خود روند گفتگوی تمدن ها را همیشه جانبداری می نماید. همین است که ما بارها از منبری بلندی سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد به جامعه جهانی دایر به عاقبت های بی‌طرفی و بی‌اعتنایی نسبت به هویت، تاریخ و فرهنگ و دیگر مقدسات و ارزش های ملی هشدار داده ایم. فلسفه خیلی قدیمه مراسای و مدارای خلق تاجیک که در ذات خود اصل اندیشه تحملگرایی بوده، در میراث نمایندگان معروف علم و ادب ملت ما از جمله در آثار شخصیت برجسته دین مبین اسلام، بنیادگذاری یکی از مذهب‌های بزرگ اهل سنت و جماعت ابو حنیفه نعمان ابن ثابت یعنی امام اعظم وسیع انعکاس یافته است، امروز نیز می تواند به حیث نمونه روشنی مکالمه فرهنگ و تمدن‌های گوناگون خدمت نماید. سیوم، امام اعظم و جهان معاصر. هنگام اعلان اقدام خود دایر به سال بزرگ داشته امام اعظم، ما از یک طرف مقصد داشتیم که در برابر ارجگذاری به شخصیت این ابرمرد مردم را با زندگی نامه و میراث جاودانه پیشوای مذهبی خود بیشتر و بهتر آشنا گردانیم. از طرف دیگر ما خواستیم که به این وسیله نقش و مقام میراث ایمانی و دینی را در متحد ساختن خلقها از راه گفتگوی تمدنها نشان دهیم. زیرا در زمانی که انسانیت به همدیگر فهمی، همکاری و وسعت روابط بین همدیگری نیازی بغایت شدید دارد، مراجعت به روزگار و آثار شخصیت‌های بزرگ سطح جهانی یک امر ضروری و پرمنفعت است. در عین زمان می‌خواهم مخصوص خاطر نشان نمایم که اعلان گردیدن سالی بزرگداشت امام اعظم هرگز معنا یا هدف بالا گذاشتن یگان مذهب را ندارد. برعکس، در برابر ارجگذاری به خدمت تاریخی این فقیه شناخته، کوشش جلب توجه اهل جامعه
به آموزش تعلیمات پرارزش او، به خصوص جنبه‌های تحمل و مدارای آن و استفاده آنها در تقویت یکدلی و همدیگر فهمی و همبستگی عالم اسلام و عموماً اهل بشر در شرایط نابسامان معاصر می باشد. زیرا ما از تجربه گذشتگان خوب می دانیم که خلق و ملت هایی که در برابر حفظ میراث فرهنگی خود و قدر کردن ارزش های دینی و مذهبی آنها را طبق هدفها و نیازهای جامعه عاقلانه کاربست نموده اند، به کامیابی های بزرگ و نادر دستیاب شدند. واقعاً دین مبین اسلام که جوهری تعلیمات آن را توحید تشکیل می دهد، از کلام آسمانی پروردگار عالم یعنی قرآن کریم سرچشمه گرفته راهنمای زندگی هر یک مسلمان می باشد. نیاگان ما زیاده از 13 عصر مقدم آن را با دل و جان پذیرفتند و در پهلوی پیغمبر خدا حضرت محمد قرار گرفتن سلمان فارس گواهی روشنی این گفته هاست. به عباره دیگر، دین مبین اسلام در طول عصرهای زیاد با فرهنگ کهن بنیاد ما آمیزش یافته به یک رکن ترکیبی آن تبدیل یافته است. امروز در کشور ما به شرافت استقلالیت ارزش‌های اخلاقی، ایمانی و دینی مقام و منزلت خاصه پیدا کردند. ما این ارزش‌ها را چون مظهر وحی الهی و علوم ربانی، سرچشمه مصفای اخلاق حمیده، وسیله مؤثر تربیه نسل‌ها و چراغ رهنمای خودآگاهی و خودشناسی مردم می شماریم. این است که ما در برابر حفظ منفعت‌های ملی و دولتی مسئولیت خود را در سمت نگاهداری پاکی و اصالت ارزش‌های دینی و در عین زمان پیشگیری کردن هر گونه ظهورات افراطگرایی دینی احساس می کنیم. این راه را ما از مکتب گذشتگان نیکنام و بزرگمان، از جمله پیر مذهبمان امام اعظم آموخته ایم. ابو حنیفه در تاریخ فرهنگ اسلامی بیشتر به عنوان یک فقیه صاحب رأی شناخته شده. به این وسیله نام او در قطار دیگر امامان مذهبی سنت و جماعت از جمله امام مالک، امام شافعی و امام ابن حنبل همچون یکی از بزرگترین فقیهان اهل سنت اعتراف گردیده است. بله، علاوه بر این باید گفت که تعلیمات ابو حنیفه به حیث مکتبی شناخته شده است که هم از نظام اعتقادی و هم از نظم و ترتیب فقهی برخوردار است. یعنی مکتب فقه امام اعظم با تکیه به قرآن مجید، از سنت، آرای صحابه، اجماع و قیاس و استحسان اینچنین عرف عبارت بوده حل و فصل قریب تمام مسائل روزگار مسلمانان را در بر می گیرد. خدمت بزرگ امام اعظم پیش از همه در آن است که او دین مبین اسلام را نه همچون واسطه تفریق و مقابل گذاری بلکه چون عامل مهمترین متحد سازی مردم که از ماهیت رسالت جهانی کلام خداوندی برمی آید پشتیبانی می کرد. او توانست چنین یک مذهب اهل سنت و جماعت را سازمان دهد که در چهارچوبه ارزش‌های شرعی آن راه‌های مؤثر رفع مخالفت و نزاع‌ها و راه اندازی گفتگوی تمدن‌ها وجود دارند.
زیاده از این، در آن تجربه تاریخی، جهانبینی مذهبی، افکار فلسفی و اندیشه ملی چندین خلق و ملت‌های مسلمان تجسم یافته است. همین سینتز یا آمیزش افکار و عقاید دینی، فرهنگی و فلسفی بود که حنفیه همچون یکی از رویه‌های بانفوذ اهل سنت و جماعت اعتراف گشته از زمان ظهور خود تا امروز از کوفه تا افریقا، آسیای مرکزی و چین، روسیه و اروپا پهن شده است. مذهب حنفی محض با وسعت مسائلی در بر گرفته‌اش و سازگاری خود به احتیاج و نیاز روزمره مردم مسلمان در عالم اسلام محبوبیت کسب کرده، امروز در بسیار کشورهای اسلامی همچون مذهب رسمی شناخته شده است و محض به شرافت ارزش‌های بنیادی مذهب حنفی هویت ملی بسیار قوم و خلقها از جمله تاجیکان در طول 1300 سال اخیر حفظ گردیده است. قابل یادآوری مخصوص است که جوهر تعلیمات و اندیشه های ابو حنیفه با ارزش های والای عمومی بشری، یعنی انسان دوستی، برابری و دفاع از مقام و منزلت انسان هماهنگ بوده، به آسودگی مادی و رشد معنوی مسلمانان و جامعه بشری مساعدت می نماید. ابو حنیفه در جریان فعالیت اجتماعی خود این موقع را دستگیری نموده، در همه مورد از مقررات شریعت اسلامی حمایت می کرد. طوری از زندگی نامش برمی آید امام اعظم بعد بازگشت از بصره به کوفه بیشتر به تکمیل فقه مشغول شده، برای آسان گردانیدن حل مسائل زندگی مردم نظام فقهی را اساس گذاشت که الکی در زمان زندگیش نسبت به نظریات فقهی دیگر امامان مذهبی سنت و جماعت مفهومتر، محبوبتر و مؤثرتر گشته بود. کار و فعالیت ابو حنیفه در بخش سیاست زمانش به جاری کردن و تحکیم بخشیدن ولایت مقررات شرعی شریف روانه شده بود. همچنین در نظر باید داشت که زمان زندگی امام اعظم در تاریخ تمدن اسلام یکی از دوره‌های خیلی پرماجرا و ناآرام و پر از مبارزه‌های تیز و تند به حساب می رود. محض در همین دوره مسلک ملتگرایی و تندروی دایره‌های حکمران وسعت پیدا کرده، باعث اوج گرفتن تحقیر و آزار مسلمانان قلمروهای دیگر گردید و به واقعیت داشتن مسئله برابری و برادری مسلمانان شبهه به میان آمد. امام اعظم و جهان معاصر. شما گفتار سیوم را از روی کتاب اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان چهره‌های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمپل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.